بعد از به اصطلاح شهادتشون ما به طور معمول جنازه ایشون رو در اختیار نداشتیم و بعد از که بیمارستان رو ترک کرده بودیم مطلع شده بودیم که از بیمارستان به جای دیگه منتقل شدن و خب بنابراین خیلی برنامه تشییع و تدفین و اینها در اختیار خودمون نبود که البته به هر حال با یه تأخیری نیمه شب گذشته نه شب قبلش اطلاع دیگه قطعی شد که دیروز صبح در اختیار ما میذارن به اصطلاح جنازه رو و خدمتتون بگم که نیمه شب ما مطلع شدیم. از صبح هم به اصطلاح تمام تلفن‌های همراه ما قطع بود، یعنی اصلا به فامیلم ما حتی نمیتونستیم اطلاع بدیم. با این حال صبح که به اصطلاح مراسم تدفین ایشون رو داشتیم جمعیت به هر حال نسبتا زیادی که عموما از نزدیکانمون بودن، به اصطلاح فامیلایی که با همون همراه بودن تو این چند روز، فقط به اصطلاح اینا اطلاع داشتن و به هر حال باز تو خود به اصطلاح بهشت صحرا مراسم اجرای اون به اصطلاح نمازی که قبل از تدفین انجام میشه و اینها به طور معمول انجام نشد توی به اصطلاح محوطه‌ای که اصلا در دید عموم نبود و جدا از سایر به اصطلاح مراجعین عادی بود. اجازه دادن که به اصطلاح این مراسم برگزار بشه و خیلی سریع به اصطلاح مراسم تدفین انجام شد. فقط من موردی مثلا الان یادم اومد تو این به اصطلاح رفت آمدهایی که ما خیلی دیگه فرصت دنبال کردن اخبار رو نداشتیم و من از این جهت میگم که خودم این خبر رو که از کجا یا به اصطلاح کدوم خبرگزاری یا به اصطلاح کدوم سایت یا کدوم کانال این رو گفته اطلاع ندارم، ولی شنیدم که به هر حال این خبرم بوده که ایشون رو ترور کردن تو پارک و مردم هم متوجه شدن ایشون خانواده آقای موسوی هستن، کمکشون نکردن. فقط میخوام بگم ایشون تو پارک نبوده، بین به اصطلاح جمعیت تظاهر کننده بوده و مشخصا ناظرینی که اونجا بودن تعریف کردن که مشخصا یک پاترول مشکی به میون جمعیت میاد تو اون شرایط و پر نیروی انتظامی و به اصطلاح نیروهای دولتی بود و برای ماشین‌های عادی رفت آمد بسیار مشکل بود. یه پاترول سیاه رنگی میاد بین جمعیت و تیراندازی از طرف این ماشین صورت میگیره و میتونه که از این جمعیت بیرون بره و جمعیت کمکشون رو به منتهای مراتب راه بندان ها و راه هایی که خود نیروی انتظامی میبست برای منع عبور مرور به اصطلاح تظاهرات اونهایی که تظاهرات میکردن، ایشون دیر رسیدن به بیمارستان و خود این مسئله به اصطلاح در اینکه این اتفاق افتاده دخالت داشته و اصلا این صحت نداره که ایشون رو به هر حال دور از جمعیت اومدن یه عده‌ای که میگن حالا از طرف خبرگزاری‌های رسمی میگن اومدن ترور کردن ایشون رو و تو پارک بوده. این رو کاملا ما تکذیب میکنیم چون که همراه ایشون از فامیلای نزدیکشون بودن، اصلا ایشون میرسونن بیمارستان و کاملا صحنه این اتفاق رو ما به اصطلاح شاهد داریم از فامیلای نزدیکشون، تمام این مدت همراهشون بودن و کاملا تکذیب میکنیم این مسئله رو که اصلا ربطی برنامه ایشون به این تظاهرات و به اصطلاح این مسائل نداشته باشه. نه، در رابطه با همین جریان روز عاشورا و اعتراض هایی که بوده بین این جمعیت بودن، توی این جمعیت ایشون رو به تنهایی مورد به اصطلاح هدف قرار دادن و شلیک